توی این پرونده ما با یه دختر گوگلی مهربون، یه مرد اسکل روانی و یه زن عوضی خراب به معنی واقعی کلمش و یه سلبریتی مشهور سر و کار داریم. همچنین توی این پرونده ما با خیانت، عشق کورکورانه، قتل، کباب کردن و تیکه تیکه کردن انسان سر و کار داریم. واسه همین اگه رویتون ضعیفه بهتون پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو حتما ببینید. ما اینجا از این رویمون ضعیفه، قلبم ضعیفه نداریم. وقتی کلیک کردی یعنی تا آخر ویدیو رو باید ببینید. دمتون گرم. سلام، من امیرم و خوش اومدید به یه پرونده دیگه. همونطور که اول ویدیو گفتم توی این پرونده ما با 3-4 تا شخصیت سر کار داریم که توی جاهای مختلف داستان باشون آشنا میشیم و به هم ربط پیدا میکنن. سابرینا کوین در 5 دسامبر 1982 در کشور الجزایر به دنیا آمد. سابرینا در 8 سالگی به خاطر وضعیت بد کشورش، به خاطر وضعیت اقتصادی بد و جنگ‌های داخلی با خانواده‌اش از الجزایر مهاجرت میکنه به فرانسه. سابرینا دوران کودکی خیلی سختی رو پشت سر میذاره، چه وقتی که توی کشور خودش الجزایر بود، چه وقتی که مهاجرت میکنن به فرانسه. چون توی فرانسه هم زندگی درست حسابی نداشتن، کسی رو اونجا نمیشناختن، خونه‌ای نداشتن و حتی زبان فرانسوی هم به خوبی بلد نبودن که یه کار درست حسابی واسه خودشون جور کنن. به خاطر همه مشکلات کودکی سابرینا به بدترین شکل ممکن میگذره. وقتی هم که سابرینا بزرگ میشه توی رفتار و اخلاقش اصلا هیچ ثباتی وجود نداره. مثلا اینطوریه که یه روز حالش خوبه، 4 روز بعدیش مثل سگ پاچه میگیره. کسی جرئت نداشته بهش بگه ولی چشت ابروه، سریع شروع کرده به دعوا و جر و بحث و این چیزا. اینم بگم تعداد روزایی که همیشه اعصابش خراب بوده خیلی بیشتر از روزایی بوده که اعصابش آروم بوده. سابرینا تو 15 سالگی شروع میکنه به مصرف ماریجوانا و حتی به قرص‌های خواب‌آور هم به شدت محتاج بوده. مثلا یه بار اونقدر قرص خواب‌آور خورده که آوردوز کرده و تو بیمارستان بستری شده. حتی یه بار هم فکر کنم تو کما رفته سر همین موضوع. سابرینا توی شب تولد 18 سالگیش خودش رو از بالکن خونه بنگ پرت میکنه پایین. البته هیچیش نمیشه، فقط دست و پاش میشکنه. ولی خب وقتی ازش میپرسن چرا همچین غلطیو کردی، میاد میگه که عموم به من تجاوز کرده. اون شب عموم بهم تجاوز کرد. البته اینو بگم مثلا حرفای سابرینا رو باور نکنید، خودتون ادامه داستان میفهمید چه موجود کثیف و لاشیه. سابرینا توی سن 19 سالگیش تصمیم میگیره اوکی من برم دیگه مستقل شم. میره توی فروشگاهش رو به کار کردن. توی اون فروشگاه با یه پسر به اسم سم آشنا میشه. ببین این بشر یه سم خالصه، اصلا اسیده. من تو عمرم اسکلتر از این ندیدم. سم شرایط تقریبا شبیه به شرایط سابرینا رو داشته، یعنی اونم از الجزایر به فرانسه مهاجرت کرده بوده و همچنین سم اونجا دانشجو بوده، یعنی توی فرانسه دانشجو بوده و کنار دانشجو بودنش توی اون فروشگاه کار میکرده که خرج و مخارج زندگیشو در بیاره. و همچنین این سم و سابرینا اختلاف سنیشون 5 سال بوده، یعنی سابرینا که اون موقع 19 سالش بوده، سم 24 سالش بوده. این مابین سم عاشق سابرینا میشه. ببین من میگم عشق، تو عشق نشو. این بشر خیلی سابرینا رو دوست داشته، این دیوونه‌وار عاشقش میشه. نمیدونم میشه بهش گفت خریت محض یا اینکه فراتر از عشق. به هر حال خیلی دوستش داشته. البته سابرینا هم به سم علاقه داشته، البته نه اون قدری که دیگه سم سابرینا رو دوست داشته. بعد یه مدت تصمیم میگیرن که با هم زندگی کنن، با هم فروشگاهشون یا آپارتمان اجاره میکنن یا آپارتمان کوچیک و زندگیشون رو با هم شروع میکنن. اول رابطهشون همه چی خوب پیش میرفته، یعنی سابرینا اخلاقش خیلی خوب بوده، سم هم که به عشقش رسیده و این وسط یه رابطه عاشقانه رمانتیک چندش داشتن تا اینکه سابرینا خانم بعد از یه مدت میزنه به سرش و دیوونه بازیاش شروع میشه. سابرینا بدون هیچ دلیلی شروع میکنه به دعوا راه انداختن و بعد و بیراه گفتن به سم، مثلا طوری که توی از 30 روز ماه 20-25 روزشون دوتا با هم دعوا داشتن.
البته سم این وسط نه تنها از عشق و علاقهش کمتر میشه، بلکه روز به روز بیشتر عاشق سابرینا میشه. یعنی خدا شانسو ببین، شانسو به کی میده؟ اونقدر بحث و دعواهای این دوتا بالا میگیره که میکشه به کتککاری و زده خورد و این چیزا. البته سابرینا سم رو میزنه ها، نه سم سابرینا. تنها دلیلش هم اینه که سابرینا فکر میکنه سم بهش داره خیانت میکنه، در صورتی که سم اینقدر سابرینا رو دوست داشته که اصلا هیچ دختر دیگه به چشمش نمیومده. حالا جالبیش کجاست؟ جالبیش اینجاست که سم یه روز که داشته میرفته سر کار طبق روال همیشگیش، سابرینا بهش زنگ میزنه که میگه آره من امروز حالم خوب نیست و نمیتونم بیام سر کار. سم هم نگران حالش میشه و یه مرخصی ساعتی از فروشگاه میگیره و میره خونه که سر بزنه به سابرینا ببینه حالش چطوره. وقتی میرسه خونه به سابرینا خانم رو میبینه که توی تخت با بهترین دوست سم خوابیده و دارن کارهای زرتی پرتی میکنن و عملا جلوی سم به سم با دوست سم خیانت میکنه و بعدش فوراً شروع میکنه به گریه‌زاری کردن که آره منو ببخش و فلان و غلط کردم و بیسار و بس. حالا فکر میکنید واکنش سم چی بوده ها؟ واقعا چی فکر میکنید؟ ببینید سم میاد میگه عزیزم حالا اشکال نداره، ما همچنان با هم ادامه میدیم، چیزی که شده میاد میگه چیزی که شده اشکال نداره. خیانت بوده دیگه، حالا میتونست بدتر هم باشه، اشکال چی داره؟ یعنی تو ببین یه آدم چقدر میتونه گاو باشه و حتی این آخرین باری نبوده که سابرینا به سم خیانت میکنه و حدود 7 بار دیگه هم سابرینا به سم خیانت میکنه. البته تا اونجایی که خود سم فهمیده و معلوم نیست چند بار دیگه خیانت کرده و سم اصلا نفهمیده. و آخرین باری که خیانت میکنه سابرینا حامله میشه. البته مشخص نیست بابای اون بچه کیه، چون 7 بار که بعد خود سم مچش رو کار گرفته، معلوم نیست چند بار دیگه هم خیانت کرده، خود سم هم این وسط بوده. خلاصه مشخص نیست کی ریخته، ولی خب به هر حال حامله میشه. سابرینا هر بار که خیانت میکرده یه خورده اشک تمساح میرخته و مظلوم نمایی میکرده و سم اونو میبخشه. اصلا 100 رحمت به گاوا. حس میکنم تو چند جمله قبلی به جامعه گاوا توهین کردم. سابرینا همیشه دوست داشته که یه سلبریتی مشهور بشه، واسه همین کلی پول جمع میکنه و توی سال 2004 به لندن مهاجرت میکنه و میره لندن تا اونجا وارد عرصه هنر و شهرت و این چیزا بشه و این کار رو بدون اینکه هیچ نظری از سم بخواد انجام میده و حتی اصلا به سم نمیگه میخواد بره لندن و کاملا بیخبر میذاره و میره. سابرینا علاقه زیادی به کارهایی مثل طراحی لباس، آرایشگری و گریم داشته. البته از حقم نگذریم کارش خیلی خوب بود و استعدادم داشته تو این کار و استعدادش خیلی بالا بوده. البته چون هنوز خیلی حرفه‌ای نبوده میره پرستار بچه میشه توی لندن و کنارش کلاسای حرفه‌ای طراحی لباس رو هم شرکت میکنه. این مابین هم سم هنوز توی فرانسه بوده و به خاطر اینکه سابرینا ترکش کرده افسردگی گرفته و کلی حالش بد بوده و وقتی میبینه که بدون سابرینا نمیتونه زندگی کنه تصمیم میگیره که اونا جلو پلاسش رو جمع کنه و بره لندن که به هزار بدبختی که شده این دوست دختر خیانتکارش رو پیدا کنه. این دوتا وقتی اولین بار همون توی لندن میبینن، سابرینا اولش کلی جا میخوره ولی بعدش که با خودش فکر میکنه میبینه اونقدرام بد نیست و به خودش میگه که افسار سم که همیشه دستم، هر موقع هر کاری هم ازش بخوام برام انجام میده، میگه چی بهتر هستم. و اینم بگم که سابرینا فقط قصدش سوء استفاده از سم بوده. توی لندن سم به سابرینا پیشنهاد ازدواج میده و سابرینا هم قبول میکنه و اونا با هم ازدواج میکنن. البته یه خورده ازدواجشون فرق میکنه چون اونا به صورت رسمی با هم ازدواج نکردن، یعنی هیچ جایی رسما روی کاغذ اعلام نشده بود که اونا با هم ازدواج کردن. بعد بین خودشون به خودشون گفته بودن که آره ما از این به بعد با هم زن و شوهریم و از نظر قانونی اونا هیچ تعهدی به هم نداشتن. سم توی لندن به دلیل تحصیلات خوبی که داشت توی یه بانک استخدام میشه و سابرینا هم که گفتم عاشق به شهرت رسیدن و مشهور شدن و حتی یه راهی هم پیدا میکنه که
وارد اون مسیر بشه. سابرینا یه روز میره بانکی که سم داخلش کار میکرده و اونجا مارک والتون رو میبینه. مارک والتون هم اون موقع مجرد و سابرینا میتونه تو همون زمان کم توی همون بانک جلوی چشم سم بدون اینکه سم متوجه بشه مخ مارک والتون رو بزنه. خداییش استعداد این بشر تو مخ زدن و خیانت کردن خیلی خوب بوده. اگه نمیدونید مارک والتون کیه، باید بگم که یه خواننده مشهور انگلیسیه که توی اون زمان شهرت جهانی داشته. واسه درک بهترش الان یه تیکه از کنسرتش رو واسهتون میذارم که ببینید. سابرینا با کمک مارک والتون تونست به یه طراح لباس حرفه‌ای تبدیل شه و لباس اکثر سلبریتی اون زمان رو سابرینا طراحی میکرد. مارک والتون به واسطه شهرتی که داشت توی مهمونی‌های زیادی دعوت میشد و اکثر اون مهمونی‌ها اکثر آدمایی که توش بودن آدمای سلبریتی و مشهوری بودن. سابرینا هم که چون با مارک توی رابطه بود به تمام اون مهمونی‌ها میرفت و تونسته بود که با آدمای سلبریتی زیادی ارتباط برقرار کنه و تعداد آدمای زیادی اون رو بشناسن و یه اسمی برای خودش توی کارش در کنه. She was the photographer and the makeup artist. Beautiful lady from Paris. When we take picture, it's very important to be very comfortable and be yourself. شاید واسهتون سوال پیش بیاد که این وسط سم چه بلایی سرش اومده. خب سابرینا که هیچی از رابطهش با سم به مارک والتون نمیگه. خیلی منطقی میره با سم صحبت میکنه و سم میگه ببین من الان یه موقعیت خیلی خوب دارم که بتونم به آرزوی بچگی‌ها یعنی معروف شدن برسم و یه زندگی خیلی خوب دارم. پس ازم انتظار نداشته باش که این موقعیتمو ول کنم و بیام بچسبم به تو. حالا تو هم میتونی منتظر باشی شاید یه روزی من از مارک والتون جدا شدم و بیام با تو. سم هم میبینه که کاری از دستش بر نمیاد، صبر میکنه که شاید به امید روزی که سابرینا از مارک والتون جدا بشه. وقتی یه مدت از رابطه سابرینا و مارک میگذره، سابرینا باز توهماتش شروع میشه و به مارک شک میکنه و بهش میگه که آره تو داری به من خیانت میکنی و فلان و بهمان، طوری که مارک تنهایی اجازه نداشته تا سر کوچه بره و هر جایی که مارک میرفته سابرینا هم باید حتما باهاش میرفته. سابرینا اون زمان یه بچه 8 ساله هم داشت، همون بچه که معلوم نیست پدرش کیه. مارک وقتی میبینه که اون و سابرینا هر شب بیرون و مهمونی و شرایط نگهداری بچه رو ندارن، تصمیم میگیره که یه پرستار برای بچهش استخدام کنه. از وقتی که پای پرستار بچه به اون خونه باز شد چشتون روز بعد نمید. اوضاع همینطوری بدتر و بدتر و بدتر شد و سابرینا خانم توهم زد که آره مارک داره با پرستار بچه ها به اون خیانت میکنه و 24 ساعته داره با پرستار بچه ها میخوابه، طوری که اونا توی 3 ماه 20 تا پرستار بچه رو عوض کردن. مارک هم هر کاری میکرد که به سابرینا ثابت کنه که من بهت خیانت نمیکنم، سابرینا قبول نمیکرد، میگفت تو داری به من خیانت میکنی. بعد یه مدت سابرینا شروع کرد به برخوردهای فیزیکی با مارک، مثلا توی جنبش سیلی میزد یا وسایل خونه رو به سمتش پرت میکرد. مارک هم که دید نه اینطوری نمیشه، تصمیم میگیره که از سابرینا جدا بشه و رابطه رو کات میکنه و تمام میشه و میره. حالا اینجا به نظرتون سابرینا چی کار میکنه؟ سابرینا میره پیش سم و بهش میگه بیا دوباره یه رابطه پاک و زلال رو شروع کنیم و سم هم خر قبول میکنه. با اینکه رابطه با سابرینا برای مارک والتون کاملا تمام شده بود، اما سابرینا پاشو از زندگی مارک والتون بیرون نمیکشید و مثل زالو چسبیده بود به زندگی مارک والتون. چند هفته بعد از شروع رابطه جدید سم با سابرینا متوجه میشه که حامل است، ولی خب باز مشخص نیست بابای این بچه کیه، چون دقیقا بعد از اینکه با مارک قطع رابطه میکنه با سم میره توی رابطه و مشخص نیست پدر بچه سمه یا مارک والتون. به هر حال سابرینا خودش میگه که این بچه مارک والتونه و بچه رو میندازه گردن مارک تا بدون ازش پول بگیره. مارک 12800 پوند به حساب سابرینا واریز میکنه، ولی خب سابرینا به این چیزا که راضی نمیشه. سابرینا به خاطر قطع رابطش با مارک والتون اعتبارش خیلی خراب شده بود و دیگه کسی حاضر نبود باش
همکاری کنه. سابرینا هم به خاطر همین تصمیم میگیره که از مارک والتون انتقام بگیره و یه سری کارهای احمقانه رو انجام میده. سابرینا به کمک سم 60 وایس درست میکنن و صدای مارک والتون رو شبیه سازی میکنن که توی اون مارک سابرینا رو تهدید کرده و اون وایس ها رو میبرن نشون پلیس میدن و خودش رو پلیس خیلی سریع میفهمه که اون وایس ها فیک و ساختگی هست. حتی یه بار سابرینا به پلیس زنگ میزنه، میگه که مارک والتون به گربه من تجاوز کرده، در صورتی که سابرینا اصلا گربه نداشته. وقتی میبینه این کارش هم نتیجه نمیگیره، تصمیم میگیره که تعداد زیاد اکانت فیک توی فیسبوک بسازه و توی اون اکانت ها مارک والتون رو متهم به کودک آزاری کنه و شهرت مارک والتون رو از بین ببره یا شهرتش رو خراب کنه. پلیس هم وقتی متوجه این کار سابرینا میشه، اونو سریع به اداره پلیس احضار میکنه و بهش یه اخطار سفت و سخت میده و میگه اگه بخوای به این کارات ادامه بدی و به این تهمت زدنات ادامه بدی، مجبور میشیم تو رو دستگیر کنیم و باید به تمام این کارات و به تمام این تهمتایی که زدی جواب پس بدی. سابرینا هم خلاصه خیلی میترسه و بیخیال مایک میشه. حالا سابرینا 2 بچه داره و خودش هم مثلا حوصله بچه داری نداره، واسه همین تصمیم میگیرن به پیشنهاد سم یه پرستار بچه استخدام کنن و اونا یه دختر 21 ساله به اسم سوفی لیان استخدام کنن. بریم که با کاراکتر آخر داستان یعنی سوفی لیان بیشتر آشنا شیم. بعد قبلش حمایت یادتون نره و اینکه اگه از پرونده‌های جنایی خوشتون میاد یه سر به چنل بزنید، شاید خوشتون اومده و چنل رو سابسکرایب کنید. زنگولم یادتون نره فعال کنید چون هفته‌ای 2 پرونده جنایی داریم. سوفی لیان 7 ژوئن سال 1997 به دنیا میاد. یه دختر گوگولی مهربون بوده که با همه خوب رفتار میکرده و همه خیلی دوستش داشتن و عاشق بچه‌ها بوده. این سوفی توی 21 سالگی تصمیم میگیره برای ماجراجویی و یادگیری بهتر زبان انگلیسی از فرانسه به انگلیس مهاجرت کنه. توی لندن وقتی سوفی داره دنبال کار میگرده با سابرینا آشنا میشه و سابرینا بهش پیشنهاد پرستاری بچه‌هاشون و چه چیزی هم بهتر از این میتونه باشه، چون خود سابرینا و سم هم از فرانسه اومده بودن به لندن و فرانسوی رو کاملا بلد بودن و میتونستن با هم خیلی راحت ارتباط بگیرن. کلا هم پرستاری از بچه واسه دخترایی که تازه مهاجرت میکنن یکی از شغلای پرطرفداره. اوایل مثل همیشه همه چی خوب پیش میرفته و سابرینا و سوفی کلی با هم وقت میگذروندن، کلی با هم راجبه طراحی لباس و مد و فشن و این حرفای دختر مختارانه حرف میزدن و حتی سابرینا سوفی رو آرایش میکرده. خلاصه همه چی خوب پیش میرفته. حقوق سوفی رو هفته به هفته بهش میدادن. سوفی هم توی بچه داری و کارهای سبک و خونه کمک سابرینا میکرده تا اینکه بعد از یه مدت شروع کردن به ندادن حقوق سوفی، یا نصف و نیمه میدادن یا بعد یه هفته بعد ماه بعد بهش میدادن و که حتی بیشتر کارهای خونه هم میدادن به سوفی انجام بده و خلاصه به این بچه کلی سخت میگرفتن و سوفی هم به خاطر اینکه دیگه جایی نداشت بره و تنها کسایی که توی لندن میشناخت اونا بودن مجبور بوده بسازه و بسوزه دیگه. اما قضیه به اینجا که ختم نمیشه. باز سابرینا توهم میزنه ولی این بار توهماتش یه خورده متفاوت از بار قبلی، یعنی توهم خیانت و این چیزا رو نمیزنه. سابرینا توهم میزنه که سوفی از طرف مارک والتون اومده که جاسوسی اونا رو میکنه. بعد تا این توهم به سم هم سرایت میکنه. یکم که میگذره سابرینا تصمیم میگیره از طریق سوفی از مارک والتون انتقام بگیره، چون فکر میکرده که سوفی از طرف مارک والتون اومده که جاسوسی سابرینا رو بکنه. سابرینا این فکر میاد توی کلهش که از سوفی اعتراف بگیره که با مارک والتون رابطه داشته و از طرف اون اومده توی خونه سابرینا تا بتونه با استفاده از اون اعتراف شهرت مارک والتون رو خراب کنه و اونو بکشه پایین. سابرینا تمام این کارهایی که در ادامه میگم و با کمک سم انجام داده. سابرینا و سم یه مدت به سوفی گشنه‌ای میگن تا ازش اعتراف بگیرن، ولی خب سوفی به هیچی اعتراف نمیکنه
بعد از یه مدت که صوفی میبینه اوضاع داره روز به روز بدتر میشه و دیگه نمیتونه تحمل کنه، زنگ میزنه به خونش و به مادرش میگه که من میخوام برگردم و یه بلیط هواپیما واسم بفرست و مادرش هم اون بلیط رو واسهش میفرست. وقتی سابرینا متوجه این موضوع میشه، هم بلیط و هم پاسپورت صوفی رو پاره میکنه. بعدش صوفی و سم و سابرینا به زور متوسل میشن و صوفی رو توی اتاق تاریک زندانی میکنن به مدت 12 روز و هر روز با یه دوربین میرفتن بالا سر این بچه، اونو کتک میزدن تا ازش اعتراف بگیرن و صوفی هم همش میگفته بابا من اصلا مارک والتون رو نمیشناسم، چرا اینطوری با هم میکنین، بذارین برم خونمون. ولی سابرینا که زیر بار این حرفا نمیره و تمام 12 روز صوفی رو شکنجه میدن تا اینکه روز 12 صوفی تصمیم میگیره به دروغ تمام چیزایی که سابرینا میخواد اعتراف کنه تا بلکه سابرینا دست از سرش برداره. اما دقیقاً بعد از اینکه صوفی به تمام اون چیزایی که سابرینا میخواسته اعتراف کرده، سم و سابرینا اونو میبرن توی حمام و خفش میکنن و به قتل میرسوننش. 20 سپتامبر 2017 همسایه‌ها متوجه یه دود خیلی زیاد میشن، واسه همین زنگ میزنن به آتش نشانی. وقتی آتش نشانی میاد میفهمن که دود از خونه سم و سابرینا داره بلند میشه. در خونه سم و سابرینا رو میزنن، میرن توی خونه تا یه نگاهی بندازن. وقتی آتش نشانا میرن تو، میبینن که سابرینا و سم دارن روی منقل برای خودشون کباب درست میکنن. یه آتیش بزرگی هم وسط حیاط درست کردن و روش دارن یه لاشه گوسفند رو سالم کباب میکنن. آتش نشان هم ازشون میخواد که آتیش رو خاموش کنن، چون ممکنه به خونه خودشون یا یکی از خونه‌های همسایه آسیب وارد کنن. و وقتی آتیش رو خاموش میکنن، یه طورایی متوجه انگشت دست انسان و تیک‌های لباس توی آتیش میشن. واسه همین زنگ میزنن به پلیس. وقتی که پلیس میرسه میبینن بله اینا داشتن یه لاشه انسان، یه جسد انسان رو آتیش میزدن و کباب کردن مرغ و لاشه گوسفندم برای این بوده که بوی سوختن جسد نیاد. پلیس فوراً سابرینا و سم رو دستگیر میکنه و بقایای جسد رو هم میفرسته پزشک قانونی. توی پزشک قانونی شیوه قتل دقیقاً مشخص نشد، اما متوجه شدن که 36 ساعت قبل از به قتل رسیدن صوفی جناح و دنده‌هاش کاملا شکسته شده بودن و همچنین چند ساعت قبل از به قتل رسیدنش فکش شکسته شده بود. توی بازجویی‌ها سابرینا خانم که همه چی رو از همون اول انداخت گردن سم، گفت من هیچ کاری نکردم، همه بازجویی‌ها رو سم انجام داده و من اصلا کاری نکردم. سم هم گفت که من و سابرینا دوتایی از صوفی بازجویی کردیم و چون فکر میکردیم که صوفی از طرف مارک اومده و میخواد ما رو مسموم بکنه، ما رو بکشه و جاسوسی ما رو پیش مارک کنه. منم اون وسط عصبی شدم، با مشت زدم توی صورت صوفی پاش لیز خورد، سرش خورد به وان و افتاد توی وان همون و خفه شد. من خیلی سعی کردم اونو احیاش کنم اما کار از کار گذشته بود و اون مرده بود. اینا حرفایی بودن که سم به پلیس گفته بود که این اتفاق افتاده. این دوتا هم از بازجوییشون فیلم میگرفتن که بعداً آبروی مارک رو ببرن و وقتی دادگاه گوشی سابرینا رو چک میکنه اون فیلم ها رو پیدا میکنه. من تو فیلم ها میبینه اتفاقا تنها کسی که بیشتر از همه مشتاق بود سابرینا رو شکنجه بده و بدتر از همه با سابرینا صحبت میکرد، با صوفی صحبت میکرد، سابرینا بود. اگه من اسما رو اشتباه میکنم به خودتون ببخشید، هر ستاشون با 3 شروع میشه، منم 100 بار باید اسما رو بگم، بعضی وقتا اشتباه میشه، شرمندم. یه متخصص تشخیص میده که سابرینا دچار اختلال شخصیتی مرزیه و خیلی آدم متوهمیه و همه این توهماتش رو هم باور میکنه و از اون طرف سم از نظر اون متخصص کاملا سالمه و هیچ مشکلی نداره. اما از نظر یه متخصص دیگه میگه نه، اینا دوتاشون دچار اختلال مرزیه. 24 می 2018 این زن و شوهر مجرم شناخته میشن و به حبس ابد با امکان آزادی مشروط حداقل 30 سال محکوم میشن. البته اینطوری نیست که بگم بعد 30 سال بیا برو دست در نکن آزادی، بیا برو یکی دیگه هم بکش. نه، اینا تحت شرایط خیلی خاصی پروندهشون دوباره بازرسی میشه و
خیلی مواقع اصلا آزاد نمیشن تا آخر عمر. این پرونده هم تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و حمایت یادتون نره. همونطور که گفتم اگه به پرونده های جنایی علاقه دارید یه سر به کانال بزنید. اگه محتوای کانال خوشتون اومد تا امروز سابسکرایب کنید و اون زنگوله کوچیک رو هم فعال کنید، چون هفته 2 تا پرونده جدید کاور میکنم و حیف از دستشون بدید. و همین دیگه، دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم و تا پرونده دیگه خیلی مخلصم.